خب امروز میخوام پرده های شید رو خدمتتون معرفی کنم. پرده های شیدمون از دست پرده های مکانیزمی هستن که با زنجیر بالا و پایین میشن. برعکس پرده های زبرا دیگه به صورت بریده راه نیستن. تصویر درشون کاملا یک دست و یک تیکه است و توی هر ارتفاعی که دلتون میخواد میتونید با زنجیر اونو بالا و پایین بکنید. از لحاظ حد اکثر یه تیکه بودنش میتونه تا 2 متر و 78 به صورت یه تیکه باشه، ولی خب پیشنهاد ما اینه که بالای عرض 2 متر رو به صورت 2 تیکه کار بکنید تا فشار کمتری به گیر باکس بیاد. در رابطه با جنس، تنوع جنس بسیار بالایی رو داره که هر جنسی رو که شما مد نظرتون باشه در شید میتونید داشته باشید برای فضاهای مختلف، چه فضاهای اداری، چه فضاهای تجاری و چه مسکونی میتونید ازش استفاده بکنید. رنگ بندی فوق العاده بالایی رو داره که حالا ما یه سری رنگ بندیاشو در سایت modernparde.com در قسمت پرده شید براتون قرار دادیم و اینکه این پرده های شید قابلیت شستشو هم دارن.